رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نبود و چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچی در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. گشتیگیری همچون نمودی ورزش باستانی مردمی تاجیک امروز هم در تاجیکستان موقعی خاصه دارد. مسابقات پهلوانی یکی از سنت‌های نوروز است و گشتی ملی همچنین با رقص و بازی و موسیقی ربط دارد. یک طرف میان بنده همه خیلی شده، بعد حرکتی گشتی سر میشه. در آغاز هر سبقت گشتی سنتی تاجیکی ورزشکاران می رقصند. این رقصیدن پهلوانان عادی نیست، هر کدام رمز خود را دارد. قبل از همه با این رقص به حریف خود پیام می دهند. یعنی برداشتن دست و پریدن این چیه؟ یعنی شیردلانه به بالای حریف حرکت می‌کنید، چون عقاب پرواز میکند دستا را خیلی حرکت میکنید، یعنی ناترسیده و زده این جامعه گوشینه کشاد کردن و سینه را کشادن به حریف به اون معنی است که شیردلانه قفس سینه کشاده به بالای حریف حرکت میده و احترام یکدیگر حریف رو دانستن در کار و خرسندانه گوشتی گرفتن. دلیل دیگری رقصیدن پهلوانان در گشتی سنتی یک نوع تمرین و آمادگی بر آزمایش هم گفته می شود، زیرا پهلوانان تا رسیدن نوبت نبردشان در یک گوشه میدان گشتی سری پای می نشینند. شاید علال خصوص رقصی که در گشتین این سنت خودش دارد، از یک جهت هم خرسند میگند مخلصانه و هم زیب میدان میشد و هم دیگر این یک حرکتی است که پهلوان رو آماده میکند، تیار میکند، بدن او رو به قوازمایی که نخستین قوازمایی میکند. پرت افتید. رقصیدن و انجام دیگر حرکت‌های دست و پای در گشتی همزمان رمز احیاشوی طبیعت و انسان‌ها پس از زمستان طولانی است که معمولاً در کوهستان مردم تاجیک در این فصل کاری زیاد انجام نمی‌دهند. جوبراران یک عنعنه بود که همه پهلوانان جمع آمدن در دیها و یکدیگر قوازمایی می‌کردند، بازی می‌کردند، دل مردم شاد می‌کردند. حالا در مسابقات رسمی گشتی ملی رقص و حرکات رمزی اجرا نمی شود. تعدادی از پهلوانان سابقه دار برای حفظ سنت رقص ورزشی در معرکه های گشتی ملی به ورزشکاران جوان اجرای حرکت ها را می آموزانند.